ما 43 تا فوتبالیست از سراسر دنیا داریم. وایسا ایران توشه، افغانستان نمیبینم اینجا، ولی خب هست دیگه، هست. اون بالاست. دیدمش. و آخرین نفری که بتونه بمونه برنده $10,000 میشه. بزن بریم. برای این چالش اول همه باید به سمت اون دروازه توپ شوت کنن و اگه خرابش کنین از بازی حذف میشین. بزن بریم. 3 2 1 بزن شوت کنین. ایران وسطی هست. گن نزنی، گل زدن. همه گل زدن. بعد از بازبینی فیلم فقط 2 تا کشور بودن که خراب کردن. ای خاک. کانادا و کلمبیا. خدا رو شکر. تبریک میگم، بقیه همه میرن به چالش بعدی. تو بازی. از برای بچه کانادایی هم معذرت میخوام. کانادا. ازتون میخوام به 7 تیم 6 نفره تقسیم بشین و هم تیمیاتون رو عاقلانه انتخاب کنین، چون ممکنه که باعث حذف شدنتون بشن. نظرت کیوت خب بزن بریم. حالا که تیماتون رو انتخاب کردین، چالشمون اینجوریه. من این گردونه رو میچرخونم تا مشخص بشه کدوم تیم اول شروع میکنه. به ترتیب شماره میریم جلو، از هر تیمی که الان به صورت تصادفی انتخاب بشه شروع میکنیم و این چالش رو انقدر ادامه میدیم که حدود 30 نفر باقی بمونن. پس شانس این هست که تیم شما اصلا نوبتش نشه. دیگه بستگی به شانستون داره. خب بریم ببینیم کدوم تیم